Салом алейкум бачаако. Концерти уже баромад дар YouTube. Ман даромадам тамошо кардам, роҳат кардам. Бидроин тамошо кунен, ҳаловат бибарен. Намҷа сайт шамем. Рафтем. Акай ҷуни ширино. Барои мухлисои ман ягон суханоям бобоги табгӯ. Гап нест бачаша. Ассалому алейкум тамошобинои худам, тамошобинои ина якам. Бародара дастгирӣ куне, мошни бад пешравӣ кардеса, зинда боше. Аллоҳ ҳама вақт нигаҳбон ту боша. Пешравиёта хонум бачаша. Бош, якай хидманям пешравии худат зинда бошед. حال الله عز و جل از اینجا منافقین و صفات منافقین را و هدف منافقین را بیان می فرماید. الله نجات بده از صفات اهل نفاق. ببینید چه صفاتی هست، آیا در درون ما واقعا نیست؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. مردان منافق و زنان منافق بعضی از بعضی هستند، یعنی اینها از هم دیگه هستند. یأمرون بالمنکر، اولین صفتشان یأمرون بالمنکر، منکر را امر می کنند. به جای معروف نیکی ها خوبی ها گناه پخش می کنند، فساد پخش می کنند. ببینیم منکر، همه منکر را میگن. اول شرک و کفر، اینم منکر است. بعضی از منافقین که ایمان نداشتند، خب اونها سعی میکردن مردم را از ایمان دور کنند. این صفت نفاق است. دوم، اگر یکی منافق باشد، ایمان داشته باشد ولی عملا منافق باشد، هم ممکنه. خیلی ها هستن که در دل ایمان دارن ولی در اعمال نفاق دارن. منکر پخش می کند به جای ایمان. مثلا چیزهایی را توضیح می کند که از اونها منکر پخش میشه در جامعه. به عنوان مثال شراب، فروختن شراب، این یأمرون بالمنکر است. فروختن سیدی های مبتذل و فیلم های مبتذل، اینها یأمرون بالمنکر است. بسیاری هستند که در گناه و پخش گناه و اشاعه گناه که همه صورت ها را ما نمیدونیم. بعضی ها هستند در شبکه های اجتماعی فیلم های مبتذل را رد و بدل می کنند، برای هم دیگه می فرستند. این یأمرون بالمنکر است. و بسیاری دیگه هستند که العیاذ بالله خانه های فساد درست می کنند، مردم را به سوی فساد می خوانند. بعضی ها خانه های اعتیاد و مردم را به طرف دود می خوانند و مردم را معتاد می کنند. و بعضی ها هستند، اخیراً من از افراد موثقی شنیدم، اینا امر به منکر است. بعضی این چایخانه ها که قلیان دارند و جوانها را به طرف دود میکشند، یکی از مقامات نیروی انتظامی، کسانی که در این بخش مسئولیت داشت، گفت که ما کشف کردیم اینها در این تنباکویی که در قلیان هست، تنباکو خودش مشکل دارد، خودش برای وجود انسان ضرر دارد. هر چی که برای وجود انسان ضرر داشته باشد جایز نیست مصرفش. باز گفتم به خاطر اینکه جوانها را جذب بکنند، جوانها را بکشند، مشتری بیشتر بشه، هر روز بیایند، در این تنباکوها یک مواد بسیار به صورت غیر محسوس خطرناکی که اعتیاد ایجاد میکنه. جوان فکر میکنه من دارم قلیان مصرف میکنم، او کم کم به طرف اعتیاد میره. و حتی گفت بسیاری از افراد هستند در باشگاه ها میروند، حتی خانم ها را نام برد که اینها در باشگاه ها میروند به خاطر بدنسازی، اما به اینها قرصی میدن که به ظاهر این قرص به خاطر بدن هست و تقویت بدن هست، اما در همین اعتیاد هست. خانم مسلمان که رفته به خاطر ورزش و بدن خودش بعد از یک سال 2 سال متوجه میشه که گرفتار
اعتیاد شده. این آقا میگفت ما دستگیر کردیم از این موارد، بعد از اون دیگه معتاد شده نمیتونه برگرده. این صورت ها همه صورت های منکر است. یأمرون بالمنکر، در میان مردم منکر پخش میکنند، باید اینها جلویشون گرفته بشه. و الا هرچی که فساد تو جامعه هست اینها شریک جرمند. هرچی که بلا تشبیه اعتیاد زنا هست، شرابخواری هست و بعض بر اثر اینها دیگه قحط هست، دیگه قتل است، دیگه خونریزی هست، دیگه کساد بازار هست، همه و همه اینها شریک جرم هستند، اینهایی که یأمرون بالمنکر. لذا کسانی که این گونه شغل دارن، شغلای این چنینی دارن، باید تجدید نظر بکنن. این کار مسلمان نیست که مسلمان بیاید مسلمانان دیگر را به خاطر پول مبتلا بکند به اعتیاد، به فساد، به کارهای دیگه. لذا اینهایی که از شبکه‌های مجازی هم ارتباطات میگیرن، بعضی کلیپ های نامناسب را برای هم دیگه میفرستند، این هم اشاعه فساد هست، این هم اشاعه منکر هست. لذا الله میفرماید اینا یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، از معروف، از کار خوب جلوگیری میکنند. مؤمن کارش میخوانیم صفات مؤمن را، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مردم را به معروفات امر میکنن، به سوی نماز، به سوی خدا ترسی، و از منکر باز میدارن. اما منافقین برعکس، از معروف باز میداره، چنان سرگرمی های ایجاد میکنه، چنان محیطی ایجاد میکنه که جوان اصلا نمیتونه به طرف مسجد بره، نمیتونه به طرف نماز بیاد، نمیتونه به طرف خدا بیاد. لذا اینها صفات منافقین. ما فقط به عبدالله ابن ابی فکر نکنیم. بنده همیشه عرض میکنم که ما قرآن را به روز بیایم تفسیر بکنیم، به روز بیایم قرآن را نگاه بکنیم که این اون چه که در قرآن هست شرایط ما، آیا ما مصداق این آیات هستیم یا نیستیم. و ینهون عن المعروف، از معروف باز میدارن انسانها را، جلوگیری میکنن. و یقبضون ایدیهم، صفت سوم منافقین بخل. یقبضون ایدیهم، دستهای خودشون را محکم قبض کردن، بستند، یعنی هیچ خیری از اونها صادر نمیشه، بخیلند. نسوا الله، صفت چهارم الله را فراموش کردند. بعضی وقتها ما در جامعه خودمون نگاه میکنیم، در بازار نگاه میکنیم، به قدری منکر است، به قدری عرض کنم کلاهبرداری هست، ظلم هست، ستم هست که گویی خدا فراموش شده. نسوا الله، الله میفرماید با این کارهایی که میکنند الله را فراموش کردند. لذا الله میفرماید ان المنافقین هم الفاسقون. ها، نسوا الله فنسیهم، آنان خدا را فراموش کردند، خدا هم آنها را فراموش کرده. یعنی چی؟ یعنی خداوند عزوجل به اونها توجهی نداره، نظر رحمت نداره. چرا؟ چون که ان المنافقین هم الفاسقون، بدون شک منافقان آنها هستن فاسق. فاسق یعنی خارج از دین، با این کارش از دین خارج شده، از طاعت الله خارج شده. نتیجهش چیه؟ تخویف اخروی برای منافقان. اینها صفات اهل نفاقن. الله ما را و جامعه ما را حفاظت کند. نتیجه بسیار بدی دارد. وعد الله المنافقین والمنافقات، الله وعده فرموده با مردان منافق و با زنان منافق، والکفار، و همچنین با کفاری که علنا کفر میکنند، نار جهنم خالدین فیها، با اینها وعده آتش جهنم که همیشه در آن آتش جهنم میمانند. هی حسبهم، همین جهنم کافیشون هست. ولعنهم الله، و الله اونها را لعنت کرده. لعنت خدا یعنی دوری از رحمت خدا. ولهم عذاب مقیم، برای آنان
عذاب دائمی هست، عذاب همیشگی هست. اینا همیشه در عذاب خدا هستند. کالذین من قبلکم، الله عزوجل می فرماید شما کفار، شما منافقین مثل کسانی هستی که قبل از شما بودند. این دروز می گذرد. کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا. شما به مالتان، به اولادتان، به امکاناتتان، به اسباب رفاهتان مغرور نباشید. اونایی که قبل از شما بودند کانوا اشد منکم قوة، از نظر قدرت، از نظر نیرو، از نظر توان از شما قویتر بودند. و اکثر اموالا و اولادا، از نظر مال، از نظر اولاد از شما بیشتر داشتند. اما چی شد؟ فاستمتعوا بخلاقهم، آنها بهره گرفتن به سهم خودشان در دنیا. خلاق سهم در دنیا، بهره بردن در دنیا. فاستمتعتم بخلاقکم، شما هم به سهم خودتون در دنیا دارید بهره میگیرید، استفاده میکنید. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم، همان گونه که اونها استفاده کردن به سهم خودشان قبل از شما. و خذتم کالذی خاضوا، و شما هم وارد بحث های شدید، شک و شبهات، مثل کسانی که در گذشته وارد شدند. یعنی اونها درباره دین شک و شبهه داشتند، شما هم دارید. لذا این افراد نتیجه اعمالشون چی خواهد شد؟ الله می فرماید اولئک حبطت اعمالهم، این افراد اعمالشان برباد، اعمال صالحشان برباد. اگر صدقه میده هم برباد، اگر نمازی میخوانه هم برباد. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، اینها اعمالشان در دنیا و آخرت برباد و تباه. و اولئک هم الخاسرون، اینها هستند زیانکاران در دارین، در هر دو دنیا اینها در خساره هستند.